سلام. خیلی ها دوست دارن بدونن که داخل این فیلتر بنزین چه شکلیه. اصلا چجوری بنزین رو صافی میکنه. من اینو با اره میبرم داخلش هم ببین. خب بروشی رو که من دادم از سمت پایین به بالا دارید میبینید فلش هم زده، یعنی اینکه از سمت پایین بنزین ورود میکنه و از سمت بالا صافی میشه و خروجی فیلتر رو داری. این روکش پلاستیکی رو هم میکنم تا خود صافی فیلتر رو ببینید. از سمت پایین ورود و از سمت بالا خروج بنزین. ببین بذار قشنگ بازش کنم برات. آلومینیومیه ظاهرش اما زنگ زده است یه سری جا. این یعنی اینکه خالص آلومینیوم نیست، اصلا خودش هم زنگ میزنه. نمیدونم چرا این نوع آلیاژ انتخاب شده برای صافی به این مهمی. اینم کثیفیاش. البته من یه چند باری هم شستم و هوا گرفتم چون توش بنزین بود. پایین ورود و بالا خروج. ببین این فیلتر الان سیاه شده. وقتی که نو میخری رنگش شبیه به فیلتر هوای ماشینه، یعنی سفیده. سیاه شدن یعنی این که رسوبات گرفته شده و چیزایی که نباید وارد موتور بشه. این برش از وسط هم برات میدم. ببین کلش همینه. همون شبیه فیلتر هوا، کاغذی رنگ، کاغذی مانند. و اینم که میبینی. خب اینم از این. مرسی که ما رو نگاه میکنید و دنبال میکنید. ممنون.